کابینه وزیران قرقیزستان خبر داد که از 11 تا 17 آگوست سال 2024 در شهر بادکند قرقیزستان ملاقات نوبتی گروه‌های کاری خریطه‌سازی و هیئت‌های حکومت قرقیزستان و تاجیکستان پیرامون مسائل تعیین و علامتگذاری مرز دولتی بین دو کشور دایر شد. بنا به اطلاع رسمی، در چارچوب این ملاقات جانب‌ها بررسی و تبادل نظرهای جهت تشخیص خط مرز قرقیزستان و تاجیکستان در قطعه‌های باقی مانده ادامه دادند. در این باره به توافق دست یافتند. درباره به توافق دست یافتن یا نیافتن طرف‌ها در جریان مذاکرات بادکند چیزی گفته نشده است. تنها گفته می شود که ملاقات در فضای دوستی و حسن تفاهم گذشت. دایر به نتیجه های ملاقات پروتکل مربوطه به امضا رسید و طرف‌ها کار و جهت تشخیص قطعه های باقی مانده مرز در ملاقات آینده که در قلمرو جمهوری تاجیکستان برگزار خواهد شد ادامه خواهند داد. معمولا در صورت دست یافتن به یگان توافق، طرف‌ها البته بدون ارائه جزئیات خبر می‌دادند که آیا این دفعه در جریان مذاکرات باز چندین کیلومتر دیگر مرز را مشخص کردند. ولی دست کم از ماه اپریل سال 2024 به این طرف اینک 4 ماه باز در پی انجام چندین دور مذاکرات دوشنبه و بیشکک از یگان پیشروی جدید در تشخیص خط مرز خبر ندادند. ماه ایول سال جاری جانب تاجیکستان درباره تا امروز مشخص شدن 94% یا 928 کیلومتر از 987 کیلومتر مرز با قرقیزستان خبر داده بود، ولی درباره مشخص شدن 928 کیلومتر مرز جانب‌ها هنوز ماه اپریل گزارش داده بودند. با این وجود طرف‌ها به دورنمای حل مسائل مرزی از روی مذاکرات خوشبینانه نگاه می‌کنند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان روز 29 ایول سال 2024 در نشست خبریش گفت مذاکرات فعالانه ادامه دارد. گروه‌های توپوگرافی تاجیکستان و قرقیزستان در 6 ماه اول سال 2024 12 بار ملاقات کردند. پیشروی چشمرس حاصل شد. در این مدت 82 کیلومتر خط سرحد معین کرده شد، خبر داده بود عارف خواجه‌زاده. رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده نیز ماه ایول خوشبینانه گفت که کمیسیون بسیار فعال است. خدا خواهد ماه‌های نزدیک سندها به امضا رسانیده می‌شوند و مرز بین دو کشور باز خواهد شد. با گذشت بیش از 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا یک سال پیش تنها چیز بیشتر از 600 کیلومترش تعیین و علامتگذاری شده بود. در قطعه‌های باسی که اساساً در مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر سر آب و زمین، چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه ها بعضاً به تیرپرانی ها می‌پیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف می‌شوند.